آنچه که بر قی کنی وابسته است. قی میدونی نه؟ بر وعدن وابسته است. پس مقصد از قی کردن این عنوان چی است؟ یعنی بیرون شدن، بیرون کردن آنچه که در داخل معده است، این را قی میگویند که به این بر روزه تاثیر دارد. و دلیل آن که این قی کردن بر قصد از مفسدات و از ویران کننده های روزه است، حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله است. گفتن کسی که به اختیار قی کند قضایی بر او نیست. در بالا خواندیم. اما کسی که قصداً قی کند بر او روزه واجب است، روزهش میشکند. پس شرح این حدیث بالا یعنی هر کسی قصداً قی کند به هر وسیله قضا بر او لازم است، قصداً اگر قی کرد. اما اگر قصد به قصد باشد قی کردن، روزهش نمیشکند، زیرا به اختیار او به اختیار خود قی کرده است. اگر کسی میخواست قی نماید و قی بیرون نبرآمد، چی میشود حکمش در این حالت؟ در این حالت چی میشود؟ اگر میدونید که این قی کردن از باطل کننده های روزه است، پس او انسان نیت افطار کرده است، روزهش فاسد میشد اگر که این رو با اختیار کرده باشد. اما اگر روزه‌دار به اختیار قی کرد، به اختیار قی کرد، گفتیم روزهش نمیشکند. ولی که اینجا نقطه دیگر به اختیار قید کرد و چیزی از آن رو سپس فرو برد، حکمش چی است؟ چیزی از آن رو سپس فرو برد، حکمش چی است؟ اگر بدون قید، بدون قصد بود، بدون اختیار بود، روزهش نمیشکند و قضا هم بر او واجب نیست. سپس آن چیزی که بر تردد، بر دودیلگی وابسته است، آن چیزی که بر دودیلگی وابسته است. مقصد از تردد، دودیلگی چی است؟ یعنی قطعیت نداشتن، دودیله بودن در نیت، این رو تردد میگویند. امام احمد رحمت الله علیه نقل میکند که از واجب آن را بسندگی نمیشمارد تا آن دمی که انسان قطعی نیت نکند. قطعی نیت قطعی که تمام روز روزه می‌دارد. و قول راجح یعنی قول قوی‌تر در این مسئله کدام است؟ قول راجح، قول قوی‌تر الله داناتر است، این است که روزه با پیدا شدن تردد، دودیلگی باطل نمی شود مگر اینکه اگر آن را انسان به یقین تبدیل بدهد. پس حکم کسی که به سبب پیش آمدن دودیلگی در روزه، از روزه گیرم روز نگیرم، این حکمش چی است؟ و قول راجح گفتم آن است که روزهش باطل نمی شود و نووی در مجموع گفته است و در مورد قطع گفته است که کسی اگر نیت نماید که بعد از 1 ساعت افطار میکند، روزهش باطل نمیشود گفته است، ولیکن عزمی قطعی نکند. و علتش این است که سببش این است که روزه‌دار از اول برای روزه معین سحرخوری برخاست و روزه گرفت، قصد نیت کرد. پس این قصد اساسی هست که انسان برای آن برخاسته است یا که برای آن نیت کرده است. و روزه ترک خودداری از خوردنی ها و نوشیدنی هاست که این کار انجام داده است. بارک الله فیکم.